باردار شدن فرزانه ناز از دوست پسرش و دوری فرزانه ناز از رسانه‌های اجتماعی. نشر پیام‌های غم‌انگیز فرزانه ناز در صفحات مجازی. اما چرا؟ فرزانه ناز در کجاست و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب من. برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند جوان، موفق و با استعداد کشور است که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور شهرت شده است. وی بر علاوه کارهای هنری خود در صفحات مجازی هم خیلی دست بالایی دارد. وی همیشه در صفحه تیک تاکش لایف می آید و با سلبریتی ها و چهره های مشهور شناخته شده افغانستان و کشور هندوستان گیم بازی می کند. فرزانه ناز در کشور دبی زندگی می کند و در آنجا مدت دیری می شود کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده است. وی علاقه فراوانی دارد تا در سینمای هندوستان و سینمای دبی دست پیدا کند. هرچند فرزانه ناز چندین آهنگ را در سینمای هندوستان ثبت کرد و من حیث رقاص در این آهنگ‌ها رقصیده است. فرزانه ناز هفته گذشته مادرش را در کشور ایران از دست داده است. وی تمامی پست های خود را کاملا با متن هایی که زیرنویس برای مادرش بوده است نشر کرده است. ولی این روزها خبر توسط دوستان فرزانه ناز در صفحات مجازیش نشر شده است که فرزانه ناز مادر شده است، ولی تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی هر کس خودش میداند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.